إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مزین نوید خدایی به دلها رسیده، دمیده به دل نور صبح سپیده، دمیده به دل نور صبح سپیده. بیا ای مسلمان بشو اهل قرآن که قرآن ببخشد به دل نور ایمان. ز آیات قرآن دلت کن مصفا که باشد کلام خداوند یکتا، که باشد کلام خداوند یکتا. ز آوای قرآن دلم گشته روشن شده بزم ایمان، ز نورش مزین نوید خدایی به دلها رسیده، دمیده به دل نور صبح سپیده، دمیده به دل نور صبح سپیده. شود جاودانی به دلها پیامش، به عرش خدایی مکان و مقامش. ز توحید خالق همیشه بگوید، فقط راه عزت برایت بجوید، فقط راه عزت برایت بجوید. ز آوای قرآن دلم گشته روشن شده بزم ایمان، ز نورش مزین نوید خدایی به دلها رسیده، دمیده به دل نور صبح سپیده، دمیده به دل نور صبح سپیده. بگوید ز احوال جنت برآید، ز امراض شیطان بگردد شفایت. پیام الهی به دلهای تار است، به جانهای خسته سکون و قرار است، به جانهای خسته سکون و قرار است. به حبل خدایی بزن چنگ با دل، ز دریای ذلت بیا سوی ساحل. چرا ای مسلمان ز قرآن به دوری، مگر غافل از مرگ و احوال گوری، مگر غافل از مرگ و احوال گوری. ز آوای قرآن دلم گشته روشن شده بزم ایمان، ز نورش مزین نوید خدایی به دلها رسیده، دمیده به دل نور صبح سپیده، دمیده به دل نور صبح سپیده. بهاری مصفا به قلب خزان است، ثمرهای عزت به باغ روان است. بود مونس قلب تار مسلمان، مضاعف کند بر دلت نور ایمان، مضاعف کند بر دلت نور ایمان. ز آوای قرآن دلم گشته روشن شده بزم ایمان، ز نورش
مزین نوید خدایی به دلها رسیده دمیده به دل نور صبح سپیده دمیده به دل نور صبح سپیده. کاری از گروه سرود ترنم تالش.